عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به وجود آوردن سکشن ها یا همون بخش ها و کاتگوری ها یا همون مجموعه ها براتون صحبت کنم. اجازه بدید وارد قسمت مدیریت سایتمون بشیم. لاگین میکنم. در اینجا سکشن منیجر رو داریم که همینجوری که از اسمش معلوم هست برای به وجود آوردن و تنظیمات سکشن ها یا همون بخش ها که شبیه گنجه ها درون اون کتابخونه عمل میکرد استفاده خواهد شد. و بعد کاتگوری منیجر رو برای به وجود آوردن کاتگوری ها یا همون مجموعه ها که شبیه قفسه ها درون گنجه‌ای که توی کتابخونه مثال زدم کار خواهد کرد. از این به بعد اجازه بدید از منوی کانتنت استفاده بکنم، چرا که اگر ما تو صفحه اصلی که اسمش از کنترل پنل نباشیم برای ما مشکل هست که دسترسی پیدا بکنیم به این قسمت ها. در نتیجه هر جایی که باشیم چون منوها وجود دارن از منوها استفاده خواهم کرد. توی کانتنت منیو سکشن منیجر و کاتگوری منیجر وجود داره. در نتیجه برای به وجود آوردن یک سکشن یا همون بخش اینجا رو کلیک میکنم و بعد که سکشن رو به وجود آوردیم میام کاتگوری رو درون سکشن به وجود میارم که شبیه قفسه هایی هست که توی این گنجه استفاده میشه. سکشن منیجر رو کلیک میکنم چون قبلا سکشنی نداشتیم اینجا خالی هست و روی نیو میزنم. اینجا کافی یک عنوان یا تایتل بنویسم و بعد بر روی سیف بزنم که سکشن ما به وجود بیاد. Theoretical Framework و بعد بر روی سیف میزنم. یک سکشن یا بخش به وجود آوردم به اسم Theoretical Framework و بعد هم پابلیش هست، همونجوری که میبینید سبزه. یکی دیگه هم اجازه بدید به وجود بیارم. اگر میخواستم پابلیش نباشه میتونستم اینجا نو رو انتخاب بکنم. Transmission Protocols و بعد بر روی سیو میزنم. میبینید که حالا دو تا بخش یا دو تا گنجه برای کتاب هایی که توی اون کتابخونه مثال زده بودم براتون به وجود آوردم. حالا میرم وارد کانتنت منیو میشم، کاتگوری منیجر. حالا میخوام توی این گنجه ها قفسه بندی کنم. میزنم نیو، یک مجموعه به وجود میارم. یه اسم بایستی بدم اینجا Essential Concept of Digital Video و بعد اینجا حتما بایستی انتخاب بکنید که توی کدام سکشن میخواید به وجودش بیارید. پس از اینکه سکشن اصلی رو که میخوایم درونش این مجموعه رو به وجود بیاریم انتخاب کردیم از توی لیست که درست هم است، در غیر این صورت میتونستم بیام یکی دیگر رو توی لیست انتخاب بکنم. بر روی سیف میزنم. میبینید که مجموعه ما به وجود اومد و بعد زیر نظر این سکشن هم هست. اجازه بدید یکی دیگه هم به وجود بیارم. و بعد بر روی سیو میزنم چون سکشن هم درست هست. و بعد میبینید حالا دو تا مجموعه داریم درون این سکشن. در حقیقت عرض کرده بودم براتون که انگار دو تا قفسه داریم درون این گنجمون. اجازه بدید یکی دیگه به وجود بیارم. اینجا اسم اون کاتگوری رو می نویسم RTSP، دقیقا مخفف Real Time Streaming Protocol هست. و بعد میام سکشنش رو انتخاب میکنم. این بار انتخاب میکنم که تو Transmission Protocols باشه و بعد میزنم سیو. همجوری که میبینید این بار RTSP مجموعه‌ای که براش به وجود اومده درون سکشن Transmission Protocol هست. اجازه بدید یکی دیگه هم به وجود بیارم. MMS Microsoft Media Streaming Protocol و بعد سکشنش هم تو ترانسمیشن میذارم و بر روی سیو میذارم. امیدوارم درسم به درتون خورده باشه.